بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب عقیده واسطیه یک چند آیات ها را ذکر کردند که الله تعالی در این آیات ها خود را وصف کرده است و در مقدمه کتاب گفته بودند که ما الله تعالی را وصف میکنیم چخیلی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است من غیر تحریف. آن وصفی که الله تعالی وصف کرده او را تحریف نمیکنیم، حرفاش تغییر نمیدهیم و تعطیل نمیکنیم، بیکار نمیکنیم. وقتی که الله تعالی یک صفت را به خود اثبات کرده است ما این کار نمیکنیم و تشبیه هم نمیکنیم. اون صفت الله تعالی را به صفت مخلوق ها مانند نمیکنیم. معناهای باطل و معناهایی که لغت عرب به آن دلالت نمیکنه و معناها را نمیدهیم، بلکه خیلی که الله سبحانه و تعالی برای خودش اثبات کرده است همان گونه اثبات میکنیم. گفتم و همین گونه آیات ها را ذکر کردند که هر آیت به صفت از صفات های الله سبحانه و تعالی دلالت میکرد و در این مبحث گفتند که و قوله و من اصدق من الله حدیثا، و این چونین الله تعالی خود را وصف کرده میگوید که کیست راستگویتر از الله تعالی دیده. یعنی مگر یگان شخصی هست که از الله دیده راستگویتر باشد؟ استفهام انکار. الله تعالی سوال میدهد و در ضمن سوالش انکار میکند که از الله سبحانه و تعالی دیده راستگویتر نیست. برای چی الله تعالی دروغ گوید؟ الله تعالی راست میگوید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم 3 نفر روز قیامت الله تعالی همراهی آنها گپ نمیزند و گناه آنها را هم نمیبخشد. گفت یکی همان 3 نفر پادشاه دروغچی، پادشاهی که دروغ میگوید. و پادشاه چی زور آمده است که دروغ گوید؟ مقصد این صفتی بد است که انسان پادشاه باشد و با دروغچی باشد. دروغ غالبا مقصد یک آدم مسکین، یک آدم بیچاره، یک آدم از ترس جانش یا از ترس مالش یا از ترس وظیفه‌اش گاها دروغ میگوید. با کار دیر آمدی برای چی میگوید؟ خیلی بهانه ها میگوید که مقصد این خیل شد آن خیل شد. دروغ میگوید برای چی؟ میترسد که از وظیفه‌اش رانده میشد. اما پادشاه برای چی دروغ میگوید؟ بنابراین پادشاه دروغگوی یکی از شخصیتایی که الله تعالی روز قیامت گناهاش نمیبخشد. گفتن و الله تعالی یگان چیز نترسد، برای چی دروغ گوید؟ و حالا که تمام صفاتهای کمال از آن الله تعالی هست. دروغگویی صفتی بد است، صفتی بد و پست و این گناه است. الله سبحانه و تعالی پاک است. الله تعالی نه فقط راستگوی بلکه راستگوی ترین ذات است و سخنش راست ترین سخن است. و من اصدق من الله حدیثا، در اینجا اثبات صفت حدیث. حدیث یعنی الله سبحانه و تعالی گپ میزند. حدیث اصلا در لغت عرب به معنای جدید یعنی سخن. الله سبحانه و تعالی سخن میکند. کیست از الله تعالی دیده راستگویتر؟ و من اصدق من الله قیلا، آیت دیگری. کیست از الله تعالی دیده راستگویتر است؟ قیلا یعنی قولا، از روی قول گیریم. کی راستگویتر؟ هر سخن الله تعالی راست است. آیت دیگری و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، و به خاطر آرد چون الله تعالی گفت ای عیسی پسر مریم. یعنی در این آیات ها ببینید آیت اول و آیت دوم الله تعالی راستگویتر گفت، راستگویترین. از الله تعالی دیده راستگویتر کسی نیست گفت. یعنی راستگویتر این صفت اثبات صفت کلام. الله تعالی سخن میکند.
الله تعالی قول دارد، سخن میکند، گپ میزند. و آیت سومی الله تعالی میگه که ای عیسی، الله تعالی گفت اول و اذ قال معناش گفت. دیگه گفته چی ترجمه کنیم؟ در همه جا مثلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قالت عایشه، قال ابو بکرین، گفت ترجمهش. دیگه چی گوییم این گفته؟ الله تعالی میگه که و اذ قال الله، اذ یعنی اذکر، به خاطر بیار ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای امتی محمد علیه السلام. اذ قال الله، وقتی که الله تعالی گفت ای عیسی ابن مریم، یعنی الله تعالی روز قیامت به عیسی ابن مریم میگه که ای عیسی بچه مریم، اانت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، مگر تو گفتی به مردم که من و مادرم را عبادت کنید؟ یعنی مردم الله را یک سو گذارید و من و مادرم را عبادت کنید. تو گفتی؟ گفته الله تعالی به عیسی خطاب میکنه، به عیسی جواب میگردانه. یعنی این دیگر چی تعویل کنیم؟ مگر ما با الله تعالی جسم اثبات کردیم؟ مگر ما مشبهه هستیم؟ هر چیزی که الله تعالی گفت و هر چیزی که لغت عرب به آن دلالت کرد ترجمهش همین است. الله تعالی به حضرت عیسی روز قیامت میگه که ای عیسی ابن مریم، انا همین ای عیسی گفتن خودش سخن است، ندا هست. وقتی که یکتی آمد ای فلانی، این ندا هست، یعنی یک نوع سخن است. قال گفت، یعنی در همین یا نصف آیت هم قال هست هم یا عیسی هست، ای عیسی. ای عیسی یعنی خطاب است به عیسی علیه السلام و هم ندا هست، ندا از دورتر میشد. این دلالت میکند که الله تعالی سخن میکند. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. و در دیگر آیت الله تعالی گفت که و کلمه های پروردگارت، کلمه یعنی سخن، کلام، کلمه، سخن. ما در زبان تاجیکی کلمه گفته یک کلمه را میگوییم، لیکن در لغت عرب کلمه گفته جمله میگویم. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دو کلمه هست گفتن که به زبان سبوک است تلفظش و به الله تعالی محبوب است و در ترازو وزنین است. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حالا که در اینجا یک چند کلمه ها، سبحان الله و بحمده و یک کلمه حساب میشه، سبحان الله و بحمده سه کلمه شد. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. سبحان یک کلمه، الله یک کلمه، العظیم یک کلمه، سه کلمه. سبحان الله و بحمد یکمینش چهار کلمه، هفت کلمه هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم دو کلمه گفتن، یعنی معناش دو جمله. خب و تمت کلمت ربک، سخنهای پروردگار تمام شد. صدقا و عدلا، مکمل است. تمت یعنی مکمل است. سخنهای پروردگارت هم صدقا هم عدلا. اگر الله تعالی خبر دهد، خبری گذشته یا آینده، الله تعالی راست گفته است. و اگر حکم کند یا امر کند، فرمان دهد، حکم او عادل است. عادل ترین سخن و حکم از آن الله سبحانه و تعالی است. در اینجا هم اثبات صفت کلام به الله سبحانه و تعالی. و کلم الله موسی تکلیما، و الله تعالی با موسی سخن کرد. سخن کردنی تاکید. وقتی که حضرت موسی به موعدگاه آمدن، الله تعالی به عیسی سخن کرد. عیسی علیه السلام به موسی علیه السلام سخن کرد. موسی علیه السلام به واسطه سخن الله تعالی را شنیدند.
و بعضی ها این آیت این خیلی ترجمه میکنن و کلم الله میخونن و کلم الله موسی تکلیما. با الله تعالی موسی گپ زد میگن و با الله تعالی در یک روز میلیاردها انسان ها گپ میزند. این وقتی که مناجات میکنه میگه پروردگار مشکلی ما را آسان کن، شما با الله تعالی گپ زدید. و چی مزیت هست، چی فضل هست که الله تعالی موسی را تعریف کند که الله با موسی گپ زد. یعنی عجب در آن نیست که بنده با الله تعالی گپ زند، مناجات کند، گپ زند، دعا کند. همه با الله تعالی کافر و مسلمان گپ میزنه. حالا بعضی کمونیستای و متریالیستای هم یک مثلا در یک حالت با همراهی الله تعالی خودش گپ میزند به اختیار. یا جنازه رفتیم، پیش از جنازه در یک خانه نشستیم، یک موی سفید میگود من در یک سال چندین بچه هم از دست دادم. میگود من هر شب قطعی پروردگار جنگ میکنم که برای چی بچه من نمیگریفته. یعنی همین آدم یا آدمی مقصد معلوم است که از دین دور است، عقیده ندارد، لیکن قطعی الله تعالی گپ میزد است، جنگ میکند. شیطان گپ میزنه قطعی الله تعالی، از الله تعالی قسم خورد، از الله تعالی خواهش کرد. بعد چی فایده؟ چی فضیلت؟ همه با الله تعالی گپ میزند، لیکن مهم آن است که الله تعالی با کی گپ میزند. و کلم الله موسی تکلیما منهم من کلم الله. از بین پیغمبرها پیغمبرهای هستند که الله تعالی با آنها گپ زده است. اگر این آیت هم با همون خیلی ترجمه کنیم، خیلی که اهل بدعت ترجمه میکنه از جهمیه ها، منهم من کلم الله، یعنی از بین پیغمبرهای هست است که با الله تعالی گپ زده است. گوییم یعنی دیگر پیغمبرها با الله تعالی گپ نزدین. وقتی که بنده الحمدلله رب العالمین میگه در سوره فاتحه، الله تعالی میگه که حمیدنی عبدی، بنده من به من حمد گفت. وقتی که الرحمن الرحیم گفت بنده، الله تعالی جواب میگرداند اثنى علی عبدی، بنده من به من ثنا گفت. هر یک آیتی که سوره فاتحه میخوانید الله تعالی جواب میگردانه. بنابراین سبع المثانی گفته میشد، یعنی 7 آیتی که مثانی یعنی دو کرته. برای چی دو کرته؟ برای که از جانب بنده گفته میشد، از جانب الله تعالی پاسخ داره. بنابراین دلیل آنهایی که میگن در نمازهایی که مقصد در پشت امام نماز میخوانی اقتدا میکنی باید سوره فاتحه مأموم بخواند، اگرچه در نماز جهریه باشد. میگن برای چی بخواند؟ برای آنکه الله تعالی به همون کس جواب میگرداند که قرائت کرده است. الحمدلله رب العالمین گفتی، الله تعالی جواب میگرداند، و الا فقط به امام جواب میگرداند، نه به مأموم. این یکی از دلیل ها هست. خب خلاص همین که منهم من کلم الله، از بین پیغمبرهای هست که الله تعالی با آنها به واسطه گپ زده است، اما به واسطه به همه آنها الله تعالی پیام فرستانیده است، خبر فرستانیده است، سپارش فرستانیده است به واسطه جبریل. لیکن هستند پیغمبرهایی که الله تعالی به واسطه سخن کرده است، مانند بهترین پیغمبرها و رسولها حضرت محمد علیه السلام. الله تعالی به پرده به واسطه الله سبحانه و تعالی سخن کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن الله تعالی رو شنیدند. و این چنین حضرت موسی علیه السلام، این چنین حضرت آدم علیه السلام با الله تعالی گپ زدن به واسطه. و آیت دیگری ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، یعنی این آیت هم رد است با آنهایی که و کلم الله خواندن و جایی که کلم الله خوانند. یعنی همین نموشه تحریف میگود برادران. وقتی که الله تعالی و کلم الله موسی تکلیما گفت به عقیدت راست نآمد، دیگر گفتیم که نه اینجا و کلم الله خوانده، این تحریف است. ما شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که ما یعنی عقیده اهل سنت و الجماعت این است که قرآن را تحریف نمی کنیم.
این یهودا بودن، نصرانی ها بودن که تورات و انجیل تحریف کردن، تغییر دادن. الله تعالی آنها را لعنت کرد. ما دیگه باید نکنیم این کارا. هستند از امت اسلام فرقه هایی که تحریف میکنن و الله تعالی آنها را هم در حقیقت لعنت کرده است. ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی که موسی به میقات ما آمد. میقات از کلمه وقت گرفته شدگی است، زمان و مکانی وعدگاه، یعنی مکان و زمانی که وعده دادگی و میخوریم. آمد و کلمه ربه، و در آنجا الله تعالی کلمه، الله تعالی سخن کرد او را، ربه پروردگارش مرفوع است، یعنی اجرا کننده فعل کلمه الله هست، رب موسی هست. و کلمه ربه، این آیت صراحتا رد میکند آن آیتی که جهمیه ها و کلم الله خواندند. وقتی که موسی به نزد پروردگار به جایی که الله تعالی معین کرد آمدند، الله تعالی با موسی گپ زد. این دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی سخن میکند. این گونگی این صفت نقص است. یک خواستگار به دختر یک انسان آمد، گفتم بسیار خوب است، مقصد شخص دیندار است، شخص خوشرو است، ولی گونگ است، صفت نقص است. یا یک انسان علم دارد ولی بیان کرده نمیتوند، گپ زده نمیتوند، گپ میزنم گفت نمیبیاد گپش، لیکن قلم دارد. الله تعالی به او حسن قلم داده است. وقتی که کتاب می نویسد بسیار با ترتیب، بسیار خوشرو، لیکن وقتی که برآمد میکند میگوید عامی هست. یعنی که الله سبحانه و تعالی اگر گپ نزند این صفت نقص است. سخن کردن و باز به زیبا سخن کردن، کوتاه مختصری پرمحتوا مانند قرآن کریم سخن کردن، این صفت کمال است. الله تعالی در دیگر آیات میگوید که و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیا، ما موسی را از جانب تور، کوه تور، این بین مدین و بین مصر قرار دارد، کوه بزرگ است. ما ندا کردیم موسی را از طرف کوه تور، از پهلوی راست موسی علیه السلام، یعنی موسی ایستاده باشند، از طرف دست راستشان از طرف کوه صدا آمد، صدای الله سبحانه و تعالی. نادیناه، ندا کردیم او را. ندا از دور میشد. از دور اگر انسان یگان کسی ندا کنه، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فنادى باعلى صوته ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار ثلاثه. پیامبر صلی الله علیه وسلم از دور ندا کردن، گفتن که وای بر آن عقیب هایی که در وقت طهارت خشک میمونه. عقیب های پا طهارت میکردن، اهمیت نمیدادن، عقیب های پاهاشون خشک میموند، قدری ناخون. پیامبر صلی الله علیه وسلم از دور ندا کردن، ویل للعقاب من النار گفتن. ندا از دور میشه. حدیث در بخاری مسلم است. و نادیناه من جانب الطور الایمن، ما از جانب پهلوی راست موسی، از طرف کوه تور ندا کردیم موسی را، ای موسی گفتیم. و قربناه نجیا، و هم نزدیک کرده به او نجوا کردیم. نجوا پس به گوشش گپ زدن میشد، فقط یک آدم میشنود. اما ندا از دور میشد. هر دوش هم سخن است، کدام یکی اینه تعویل میکنه. اگر به همین آیات ها برادرای عزیز با اهمیت تأمل نگاه کنید، لفظ ها رو بینید. و نادیناه، ما ندا کردیم. ندا این یکی از صفت های کلام است که از دور وقتی که سخن کننده گوش کننده رو ندا میکند، سخن میکند، خطاب میکند. و قربناه نجیا، نجوا کردیم، به خودمون نزدیک کردیم و به گوشش پیچ راست زدیم، یعنی پست گپ زدیم. این هم صفتی کلام است. در بالانگیش و لما جاء موسی و کلمه،
لفظی کلمه آمد، در بالای هم کلمه آمد در 3 آیت. بعد در بالاتر از کلیمه ربک آمد، در بالاترش قال آمد، یا عیسی آمد یعنی ندا کرده، قیلن آمد و حدیثن آمد. اینا همه مرادف هستند. ببینید به یک معنا فقط قاله یا یقولون آمده است. و این چونین در دیگر آیت الله تعالی میگه که و اذ نادى ربک موسی ان ائت القوم الظالمین. و اذ یعنی و به خاطر آر، ندا کرد پروردگارت، ندا کرد. صراحتا میگه که الله تعالی ندا کرد، یعنی به موسی از دور ای موسی گفت ان ائت القوم الظالمین، به نزد قوم ظالم ها برو، به نزد قوم ظالم ها رو، آنها را دعوت به دین کن، دعوت به یگانه الله تعالی رو پرستش کردن دعوت کن. گفته الله تعالی ندا کرد. در آیت دیگری الله تعالی میگه که و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لكما ان الشیطان لكما عدو مبین. و ناداهما، و آنها را ندا کرد. آنها کی؟ صیغه تثنیه هست در اینجا، آدم و حوا را، همسرش حوا را الله تعالی ندا کرد. ربهما، پروردگار هر دوی آنها را ندا کرد. گفت که الم انهکما، مگر من شما را نهی نکردم از این درخت؟ از این درخت نخورید نگفته بودم؟ الله تعالی من کرد که از این درخت نخور. شیطان وسوسه کرد. خلاصه آدم و حوا همین قدر درخت های بسیار، اگر حال دنیا رو اگر پیاده گردید شاید تا آخری عمرتون همه جاش به قدمتون نرسد. حالا اون که جنت از آسمان ها و زمین ها وسیع هست، همه یک طرف دیگر به می رفتن اینها، طرف دیگری جنت، به این درخت دیگر وانه می خوردن. لیکن وقتی که الله تعالی همین درخت نخور گفت دیگر مگرم از همین درخت باید خوردن، یعنی شیطان وسوسه کرد. خلاصه از همون درخت خوردن. الله تعالی گفت که مگر من شما رو نهی نکردم که از این درخت نخورید؟ و اقول لکما، و من به شما گفتم که این شیطان لکم عدو مبین، شیطان برای شما دشمن آشکارا است. نگفتم مگر؟ این خطاب از جانب الله تعالی به آدم و حوا بعد درخت را خوردن. پیش از این الله تعالی گفته بود که به همین درخت نزدیکی نکنید. این دلالت میکند که الله تعالی گپ میزند، آدم و حوا گپ الله تعالی را شنیدند. و یوم ینادیهم، و روز قیامت روزی است که الله تعالی آنها را ندا میکند، یعنی مشرکان را. فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کجا شدن آن خداهای باطلی که به من شریک آورده پرستش کردید، گمان کردید که آنها هم خدا هستند؟ کنی اون خداهای اون رو شما نجات دهد که را اینقدر عبادت کرده گیتان. روز قیامت الله تعالی این یک نوع جزا هست. وقتی که یک انسان در سخنش دروغ میگوید، دروغ چی میبراید در نتیجه در بالای پشیمانیش با این گپ میگوید، این یک نوع عذاب است. الله تعالی ندا میکنه آنها رو، میگوید که مشرک هایی که غیر الله تعالی به اولیاهای و قبرهای اعتقاد کردند و به مخلوق ها روی آوردند، بنده های الله تعالی را برای خود اله و پروردگار اعلان کرده و عبادت کردند. آنها حلال کرده الله حرام گفتی خواجه هاشون نگفتند، عکس دینی الله گپ زدن برای رازگی پادشاه هاشون. روز قیامت الله تعالی میگه کجا شده اون شریکاتون که گمان کردید که آنها هم خدا هست؟ یعنی این یوم ینادیهم شاهد این است که الله تعالی روز قیامت آنها را ندا میکند، یعنی گپ میزنه. و یوم ینادیهم، آیت دیگری، و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روز قیامت الله تعالی مردم را ندا میکند، میگوید که ماذا اجبتم المرسلین، به پیغمبرها چی جواب گردانیدید؟ یعنی پیغمبرها آمده شما رو به توحید دعوت کرد، به عبادت کردن الله سبحانه و تعالی دعوت کرد، شما چی جواب گفتید؟ در این آیت میبینید که
یوم ینادیهم، روز قیامت روزی است که الله تعالی آنها را ندا میکند. در آیت دیگری الله تعالی میگوید که و قوله و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر یکی از مشرکا آمده از تو طلب جیوار پرسد، طلب حمایت پرسد، فاجره، تو رو به حمایه خودت بگیر، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام الله را شنود. مقصد یگان مشرک آمده ای رسول الله یا ای مثلا ابوبکر یا یگان به مسلمان ها آمده مرا در حفظ و حمایت گیر. عرب های عادت داشتن که اگر یک عربی مثلا مقیم مکگی گوید که همین آدم مهمانی من است یا همین آدم زیر حمایتی من است، گوید دیگر پایان ترین اهل مکه همین که بگوید بالاترینش دیگر تجاوز نمی کرد. همین خیلی عادتی بزرگ داشتن. اگر یگان مشرک آمده از تو طلب جیوار پرسد، طلب حمایت پرسد، تو را به زیر حمایتت بگیر، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه سخن الله را شنود. برای چی؟ وقتی که کافر مشرک در خانه مسلمان خواه همچون استا آمده کار میکند یا همچون مردکار کار میکند، خواه ناخواه از مسلمان سخن الله تعالی را میشنود. یا نماز جهریه میخواند یا قرائت میکند. وقتی که با مسلمان مشرک یک جای زندگی میکند یا سر و کار دارد، خواهد نخواهد سخن الله تعالی را از این مسلمان گوش میکند. بنابراین الله تعالی که بگذار، گفت همین مشرک ها اگر از تو طلب جیوار پرسن به زیر حمایت بگیر تا اینکه کلام الله را از تو شنود، حتی یسمع کلام الله. این دلالت به این میکند که الله تعالی برای خودش سخن اثبات کرده است. برادر عزیز، این آیات هایی که شیخ الاسلام آورده استادن، یعنی همه آیات هایی که دلالت به صفتی کلام الله تعالی میکنه همش نه، از هر کجا مثال آورده استادن. و الا قرآن خودش کلام الله است، پر از سخن الله است همش. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. در دیگر آیات الله تعالی میگوید که وقد كان فريق، در حقیقت بعضی از گروهی از آنها، یعنی از یهود و نصارا، شخصیت هایی بودن که یسمعون کلام الله، سخن الله تعالی را میشنیدن. نه کلام الله گفت، مردم ما هم قرآن را کلام الله میگن. کلام الله یعنی سخن الله. یسمعون کلام الله، کلام الله را میشنیدن، سخن الله تعالی را میشنیدن. ثم یحرفونه، ثانی تغییر میدادن معناهاشو به اون معنایی که لغت دلالت نمیکنه. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، بعد اینکه عقلوه، عقلهاشون گرفت، یعنی فهمیدن سخن الله تعالی را، دیدن که بر فایده آنها نیست، تغییر میدادن. و هم یعلمون، و حالا که آنها میدونن که سخن الله تعالی را تغییر داده ایسان، یا که حقیقت را میفهمیدن. از جمله مثلا در تورات و انجیل حقیقت رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد علیه السلام که پیغمبری حق هستند و آخری پیغمبر هستند، این در کتاباشون بود. آنها این شنیدن، تغییر دادن بعد اینکه فهمیدن. اینجا شاهد این است که الله تعالی سخن الله تعالی را میشنیدن و ثانی سخن الله تعالی را تغییر میدادن. آیت دیگری الله تعالی میگه که یریدون ان یبدلوا کلام الله، آنها میخواهند که کلام الله تعالی را تبدیل دهند، تغییر دهند، عوض کنند. اینجا هم صراحتا کلام الله گفت. در آیت دیگری الله تعالی میگه که واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته، تلاوت کن آن وحیی که به تو داده شده ای محمد علیه السلام، آن خبرهایی که از آسمان برای تو گفته شد، تو نه برای مردم تلاوت کن. من کتاب ربک، از کتاب پروردگارت برای مردم تلاوت کن. لا مبدل لکلماته، یگان شخصی نیست که سخنهای الله تعالی رو تغییر داده تواند. قرآن تا روز قیامت با وعده الله سبحانه و تعالی محفوظ است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن را نازل کردیم و ما این قرآن را محافظت میکنیم. کسی تغییر داده نمیتواند.
خب در این آیت شاهد این است که لا مبدل لکلماته، سخنهای الله تعالی را تغییر دهنده نیست، یعنی نیست کننده، نابود کننده، کم کننده، تغییر دهنده نیست. کسی اگر آید مگر هم علما عورت او را میکشاید. این هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. در این آیت الله تعالی میگه که این قرآن به بنی اسرائیل قصه میکند. قصه کردن سخن است، نقل کردن است. قصه میکند به بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، بسیار مسائلی هایی که آنها اختلاف داشتند با آنها نقل میکند، صراحتا بیان میکند. مثلا در حق عیسی یهود و نصارا اختلاف دارند. یهودا تحقیر میکنه حضرت عیسی را که از پدر به دنیا نآمد گفته، تهمت میکنن حضرت مریم مادرش را و این به تولد عیسی عیب است، عیسی را عیب میکنن. نصرانی ها باشد فرزند الله میگن، پسری الله میگن، یعنی غلو میکنن، افراط و تفرید. اینا بین همدیگر اختلاف دارن. یهودا دیگر چیز میگن، نصرانی ها دیگر چیز میگن. این قرآن به بنی اسرائیل، اسرائیل یعنی حضرت اسحاق، به حضرت یعقوب یعنی بچه اسحاق و فرزندان یعقوب علیه السلام، یوسف و برادرانش و باقی مانده ها، اینها کیها هستند؟ اینها شخصیت های هستند که پیغمبرها از اینها آمدگی است. همون پیغمبرها از نسل اسحاق است، غیر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که از نسل اسماعیل علیه السلام است. این قرآن به بنی اسرائیل یعنی به یهود و نصارا قصه می کند اکثری آن مسئله هایی که آنها در آن اختلاف می کنند و این آیت دلالت می کند که الله سبحانه و تعالی سخن می کند. الله تعالی در این آیت ها برای خود سخن، کلام، گپ زدن را اثبات کرده است و ما هم چه خیلی که الله سبحانه و تعالی اثبات کرده است همین گونه اثبات میکنیم. نه سخنکنی الله تعالی را به سخنکنی مخلوقا مانند میکنیم، نه انکار میکنیم، چون که الله تعالی اثبات کرده است. برای چی انکار کنیم؟ تغییر هم نمیدهیم. هر چیزی که لغت عربی به آن دلالت میکنه همون گونه تفسیر و ترجمه میکنیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.